салом алейкум. عاقبت شهرت قدرتов چی میشود؟ من واقعا در قضیه شهرت قدرتов خوشبین نیستم، برای اینکه یکون که این یک سپارش از خود رحمانوف است، سپارش از رستم رحمانوف است. برای همین اینا گناهکار کردند و خودتان میدانید که در تاجیکستان عدالت سودی نیست. اگر پگاه با شهرت قدرتов مثلا کشتن لنین و کشتن کندی و زمین جمعی یگان کشورم به گردنش بار کنن جای شبه نیست، لیکن ما باید فشار بریم. هر کاری که از دست ما باید کنیم. در تاجیکستان حکومت نیست، در تاجیکستان دولت نیست، در تاجیکستان یک بنده هست و در تاجیکستان جنگ هست و ما باید از روی قانونهای جنگ عمل کنیم. یعنی زید سعید و محمد رضا اسکندر و شهرت قدرت و هزاران هزار برادرای دیگری ما اینا در اسارت هستند. یادتون باشه یک نفر بود که نظر بعضی ها نمیگرفت، رحمان گیتلر. امروز یک نفر طرفدارش در افغان میگرفتن، فقط به حکومتی میگیری عوض میکرد. رحمانوف دیگر شانس برای مثلا کار دیگه و رفتار دیگه نمیماند. من شخصا ضد این کار هستم. یکی بسیار آدمان برای من زنگ میزنند و میگویند که دیگر ما با راههایی که رحمانوف ضد مبارزه میبرد همین طرح باید مبارزه بریم. من البته معلم اونها نیستم، استاد اونها نیستم، اونها که مرا بهش نمیکنن و منم نمیتونم که برای اونها چه خودم سفید کنم. و واقعا خودی رحمانوف مجبور میکند که مردم به همین راه دست کنند. چه که تا سال 97 بوده مثل یک مرغ پرشکسته بود، برای اینکه میترسی، برای اینکه منصور بود، برای اینکه رحمان بود، برای اینکه هزاران دیگر بودن که رحمانوف حتی حاجت خانه رفتن میترسید. اکنون چی؟ دیگر هر کار خواهد در زیر شعار دموکرات اجرا میکند. در تاجیکستان دموکرات نیست، در تاجیکستان درموکرات است. رحمانوف کجا، دموکرات کجا؟ به نام خدا اگر رحمانوف دموکرات باشد من تروریستم.